سلام علیکم به تاپکست‌های عزیز، خیلی خوش اومدید به اپیزود سوم تاپکست. طبق معمول من امینم میزبان این برنامه و در کنار من یک مهمون درجه یک پر انرژی، خوشتیپ و دوست داشتنی نشسته. طبق معمول امیر قصه ما. خیلی مخلصم. من یه توضیح بدم. ما برای مهمون این قسمتمون دوچار یه مشکل فنی شدیم و دیر اقدام کردیم. چرا دروغ؟ دیر اقدام کردیم و نمیگم به ناچار، اما باز آیه امیر افتخار دادن و توی اپیزود ما حضور داشت. همینجور خیلی خوش اومد. خیلی ممنون از معرفی، خیلی خوبه. امیدوارم که معرفی بقیه مهمونا اینجوری نباشه. ان شاءالله. من که عرض کرده بودم، گفتم ان شاءالله تو قسمت‌های بعدی هم شما رو داشته باشیم که خیلی زود اتفاق افتاد. یعنی توی قسمت دقیقاً بعد اتفاق افتاد. در اینه باعث افتخار. ولی مرسی از معرفی خیلی در حد و بی‌نظیرت. مخلص. آقا ما مخلصیم. بگو چیکار کردی از اپیزود پیش تا الان؟ از اپیزود اول که راضی بودی یا نه؟ راضی که آره واقعا. ببین هر کاری که بخوام شروع بکنیم بالاخره یک کم و کاستی‌هایی داره، یک مشکلاتی داره. بالاخره باید انجام بشه، ولی نتیجه راضی کننده بود. حالا اومد. خودت ویدیو رو دیدی؟ آره اپیزودو دیدم، خیلی خوب بود. ببین هر کاری که بخوایم بکنیم بالاخره یک کم و کاستی‌هایی داره، یه اتفاقاتی توش میفته، ولی خب به هر حال خیلی خوب بود. نتیجه راضی بخش بود برای من. و خب وقتی اومد بیرون بالاخره بچه‌ها می‌دیدن، نگاه می‌کردن، هم انتقاد داشتیم، هم نظر خوب داشتیم، هم مسخره شدیم. می‌دونی آره چقدر حالا بچه‌ها پیام میدادن نه بابا نه گوشو. آره چرا مصاحبه‌ای صحبت می‌کنی؟ آره خیلی این سری تصمیم گرفتن که راحت صحبت کنیم. حالا دیدن نه، ولی خب خیلی راحت‌تر از اپیزود قبل. اما بحث انتقادی گفتی، آره خیلی از انتقادام بود از سمت بچه‌ها که سازنده بود. یعنی به نظر من درست بود، یعنی با دقت دیده بودن، بالاخره تحلیل حالا یه جورایی کرده بودن و انتقادشون خیلی خوب. ببین تحلیل‌ها و انتقاداتی که به ما میشد یک مرحله ما رو داره میبره جلو. چون باعث میشه کار ما بهتر بشه و واقعا ما باید به انتقادا گوش کنیم. یعنی اینجوری بود که من میرفتم بچه‌ها میگفتن آقا ما رو واقعا انتقاد کنید، یعنی بگین مشکل کار کجاست که ما بتونیم در بیاریم مشکلاتو. و دمشون گرم گفتن و قطعا زمانی که ویوها بیشتر بشه توی کامنت ها بهمون جواب میدن و باید این اتفاق بیفته. و من کلا تو برنامه‌ام داشتم که ما هر چه جلوتر بریم از کامنت ها کمک بگیریم، با بچه‌ها در تعامل باشیم. آره یه حالت پرسش پاسخ رخ بده. خب توی این اپیزود خب من تصمیم گرفتم راجع به ارتباط سازی صحبت کنیم یا همون نتورک صحبت کنیم، چیزی که ما توی طول روز چه با بقیه چه توی فضای کار حرفه‌ایمون باش در ارتباطیم. یه گذری هم توی اپیزود قبلی بهش زدیم اگه یادت باشه. آره فکر کنم دلیل این اپیزودم همین باشه. حالا تو از بحث آماده داشتی. خب ولی این ارتباط سازیه بیایم از دو منظر بهش نگاه کنیم. یک بحث حرفه‌ای، چون حالا به واسطه اینکه دو تامون داریم کار می‌کنیم توی فضای حرفه‌ای خودمون، حالا شاید یه شباهت‌ها، شاید هم یه تفاوتایی داشته باشه، اما بیایم اول توی فضای حرفه‌ای بهش نگاه کنیم این ارتباط سازیه، بعد بیایم توی فضای حالا دوستانه روزمره و خب ارتباطمون با آدمای جامعه. توی فضای حرفه‌ای من به واسطه شغلی که دارم خب این ارتباط سازی برای من خیلی مهمه. خب چون چیزی که من دارم به مردم ارائه میدم نیازمند یک نیازسنجی برای اونا. یعنی من باید نیازسنجی رو توی اونا شکل بدم. پس ارتباط سازی قوی تری میخوام به نسبت یک سری شغلایی که داری به من میگی یکم برام گنگه. مثلا نیازسنجی میخوای توی مردم ایجاد بکنی براشون، خب چه ربطی به ارتباط سازی داره؟ میدونی یه مثال برات بزنم. تو طراحی سایت انجام میدی، اوکی؟ تو یه کاری رو انجام میدی که مردم خب به واسطه شغلشون به اون نیاز دارن، یک روز میانسم. خب اما شغلی که من دارم مردم اول باید اون آگاهی رو نسبت به اون موضوع داشته باشن تا بعد بفهمن نیاز دارن یا نیاز ندارن. یعنی آگاهی اون موضوع شغل شما توی جامعه کمه. یعنی باید اول نیاز سنجی به قول خود ایجاد بشه، آگاه سازی ایجاد بشه، اتفاق بیفته. چیزی که داره میگی توی کار ما هم همینه. خیلی‌ها هستن که آنچنان از حالا سایت، حالا به واسطه اینستاگرام خیلی‌ها هستن که الان دارن تو دنیای دیجیتال کار میکنن، بالاخره تو اکسپلور میبینن سر در میارن حساب، ولی خیلی اصولی و بیسیکیش رو نمیدونن. نهایتش اینه که بریم یه سایت بزنیم کارمون راه بیفته. توی هر کاری همینه. بالاخره ببین ما نمیتونیم بگیم که طرف توی همه زمینه‌ها متخصصه، توی همه زمینه‌ها استعداد داره. طرف کارش اینه که آقا مثلا بیاد این لیوانو به شما بفروشه.
وظیفه من اینه که برای لیوان سایت بزنم. من نمیتونم توقعی داشته باشم، خب ولی ارتباط سازی چه اتفاقی برای من میفته؟ ارتباط سازی یک باعث میشه من بتونم بهتر صحبت بکنم با طرف، یعنی یاد بگیرم از کسی که داره این کارو انجام میده، نکته برداری کنم، الگو برداری کنم، بگم آقا اینجا داره خوب صحبت میکنه، پس منم برم اونجوری صحبت بکنم که بتونم به طرف بفهمونم که این لیوانه چه نوع سایتی میخواد. سایتش فروشگاهی باشه، شرکتی باشه، خبری باشه، همه رو میتونم از اونجا در بیارم. و از این ارتباط سازی میشه چی؟ قضیهش توی کار اگر بخوام بیام جلو، شما میگی من برای لیوانه میخوام سایت بزنم. مهدی جان شما کسی رو میشناسی؟ مهدی میگه آره من اینو میشناسم که میخواد سایت بزنه. آیا مهدی اصلا سایت نمیخواد. آره. خب که مثلا آقا شما کسی رو میشناسی که این سایت رو برای من بزنه؟ مثلا آقا شما میگی آره من میشناسم، امیر هست سایت طراحی میکنه. ببین این ارتباط سازی اینجاست که کار ما میاد. ببین یه تفاوتی بخوام بگم، کار تو خب تو بیشتر صحبت کننده، بیشتر کسی هستی که توضیح میدی از روند کارت، خب اما من کسی هم که باید بیشتر شنونده باشم، ببینم طرف چه نیازی داره، چه مشکلاتی داره، تا اون موقع بتونم بهش اون خدماتی رو که میخواد بدم. به یه جورایی بگم تو خدماتت از پیش تعیین شده هست، خب یعنی چارچوب اینه که یک نفر میاد برای طراحی سایت، حالا شاخه‌های مختلفی داره و میخواد توی حوزه‌های مختلف فعالیت کنه، اما برای من اینجوریه که یه چارچوب کلی وجود داره و به اضافه کلی چارچوب جزئی. نه ببین چیزی که داری با توجه به نیاز طرف من باید بهش مثلا مشاوره بدم یا صحبت کنم. در جریانش هستم، ولی چیزی که داری میگی ببین چارچوب کلی توی همه شغل‌ها وجود داره. یعنی توی چارچوب طراحی سایت بله چارچوب کلی وجود داره که ما میدونیم طرف میخواد طراحی سایت کنه، ولی زیر شاخه هایی که داره انقدر گسترده هست که خیلی سخت میشه اون به دست آورد. میدونی مثلا کار خودت هم یک چارچوب کلی رو داره ولی بالاخره جزئیات رو داره. و چیزی که داری میگی ببین کسی که طراحی سایت میکنه، حالا طراحی سایت هم نه، به واسه برنامه‌نویسی، کسی که برنامه‌نویسی میکنه، طراحی سایت میکنه، کلا تو کار دیجیتاله، جدا از برنامه‌نویسیش و علم طراحی سایتش باید علم بیزینس هم بلد باشه. چرا؟ چون قراره با کسب و کار کنه. یعنی کسی که میخواد سایت بزنه قطعا به یک درآمدی رسیده که الان به سایت نیاز داره. کسی که به این درآمد میرسه، معذرت میخوام، توی بازار آدم خل و وزن نیست، آدمیه که بالاخره یک دانایی و یک دانشی رو داره که به اینجا رسیده که سایت میخواد. و تو باید بیزینس رو بلد باشی. چرا؟ چون شاید یک روز خاص با شرکت بزرگ کار کنی، باید بتونی کارتو خیلی خوب پرزنت کنی، بتونی خودتو معرفی کنی به یک جایی و از کلماتی که داری استفاده میکنی بدونی کجا استفاده کنی. ببین کلمات واقعا مهمن توی صحبت ما، چه کلمه کجا استفاده شه و هر کلمه میتونه یک بار اضافی برای تو داشته باشه. این خیلی مهمه. این تویی که این کارو انجام میدی فکر کنم بهتر بفهمی. آره. چون میخوای توضیح بدی به شخص. آره یه جورایی حساس‌تر میشه برای من و میگم که تفاوتش با تو اینه که خب من ریسکای بیشتری دارم به مراتب و باید بیشتر حواسم راجع به اون مسئله‌ای که میگی کلمات بار دارن، بار مثبت، بار منفی، بیشتر باید حواسم به اون باشه. یه چیز دیگه هم بخوام اضافه کنم، ارتباط سازی خب یه سری وقتا با دوستی اشتباه گرفته میشه. خب من اگه بخوام تعریفش کنم میگم ارتباط سازی خب بیشتر به سمت این میره که برای تو منفعت داشته باشه. خب یعنی ارتباط سازی به این دلیل ایجاد میشه که تو میخوای برای خودت سودآوری کنی، حالا چه برای حرفت، چه برای حالا هر کاری که انجام میدی، ورزش، هنر، هر چیزی که هست، بیشتر متکی به سودآوری و منفعته. برای تو هم اینجوری بوده که ارتباط رو جدا کنی از دوستی؟ یعنی تو با مشتریات دوستی یا صرفاً باشون ارتباط داری؟ ببین مشتری به نظر من هیچ وقت نباید با آدم دوست باشه. چون وقتی ببین هیچ وقتی که دارم میگم استثناء وجود داره ها. اگه مشتری دوست باشه همین نه امکان داره با مشتری خیلی کار کنی، رفیق شی و خیلی با هم حال کنین، ولی اینکه با مشتری دوست بشی، رفیق بشی، از همون اول بری باشه کارو انجام به واسطه رفاقت براش کار کنم، واقعا اینجوری نمیشه. و خیلی هم اینو همون ویدیو که نمیصرفه اصلا چاکر داداش از حرفا به نظرم یه اسپرساز بیاریم تو اپیزود اسپرسو بین دست بیننده خیلی بهتره. چیزی که میخوام بگم اینه که خیلی هم این روششونه برای اینکه حالا کار با درآمد کمتری انجام بشه، با پول کمتری انجام بشه. خیلی هم این
تریپ رفاقت رو برمیدارن که هم تو ازشون کمتر حالا دستمزد بگیری، هم کارو براشون حالا سریعتر انجام بدی. این چیزی که داری میگی بازی رخ باریکلا، این چیزی که داری میگی سیاست کارفرماست، سیاست کسی که میخواد این کارو انجام بده. خب و تو نباید بود این سیاست‌ها رو بخوری، چون میدونی یک جایی قراره یک اتفاقی بیفته. شاید در وهله اول بیاد بگه آره مثلا تو یک ماه اول، تو 2 ماه اول خوب همه چی داره میره جلو، ولی تو 3 ماه 4 بعدی یا مثلا میبینه آقا خب کارفرما پولو بزنه حساب، میبینه آقا کارفرما پولو نمیزنه. چرا نمیزنه؟ چون که آقا ما رفیقیم دیگه، هوای منو داشته باش. آره. یا مثلا رفیقیم دیگه، اینجای سایت این کارو انجام بده. ببین هر چی کار با قاعده تر، با اصول تر. من نمیگم شوخی نباشه، نمیگم تو کار دوستی نباشه، نه ولی کار جدی باشه، کار جدی خوش باشه، اما قرار جدی باشه. ببین رفاقت این روزا میتونم واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا منفعت توش هست. یعنی تو حالا نمیتونی بگی حتما تو رابطه ولی توی رفاقت هم منفعت هست، ولی چیزی منفعتی که توی ارتباط سازی به وجود میاد توی رفاقت نیست. یعنی اونقدر که منفعت توی ارتباط سازی زیاده توی رفاقت نیست. پس در نتیجه قطعا ارتباط سازی به خاطر منفعت ماه. یه جورایی منفعتش آگاهانه است دیگه، یعنی طرف میدونه که دیگه براش منفعت خیلی از نتورک ها داره برگزار میشه، خیلی از جلسات داره برگزار میشه توی خیلی از جاهای دیگه و هم میدونن براشون منفعت داره و میرن که تیم سازی کنن. دقیقاً. میرن که ارتباط بگیرن که بتونن از طریق اون ارتباط پروژه بگیرن. میدونی پروژه بگیرن، شبکه سازی کنن، تیم تشکیل بدن. حالا تو دیسکورد داریم، تو تلگرام داریم، ولی توی دوستی و رفاقت اینجوری نیست. یه جورایی هم الان تابو شده که اوکی دوستی که بر پایه منفعته آنچنان دوستی پایداری نیست. حالا این بحث میذاریم کنار، بحث رفاقت و دوستی کلا یه بحث جداییه که خیلی زیر شاخه داره. اول بپرسم که اولین کاری که میکنی برای اینکه ارتباط بگیری با حالا مشتری، طرفی که میدونی یا نمیدونی سایت میخواد، قدم اولش چیه برای اینکه ارتباط بگیری؟ ببین وقتی میخوام من با یه مشتری ارتباط بگیرم، اول که مشتری میاد به من پیام میده که من براش سایت رو انجام بدم، اوکی، اول اتفاقی که میفته من سعی میکنم آگاه سازی رو براش انجام بدم که ببین یعنی یک مسیری رو براش مشخص کنم، یک رودمپ براش بچینم. مشتری میاد میگه من سایت میخوام و نمیدونه چه سایتی رو میخواد. یعنی به این فرض کن که مثلا من چت جی پی تی ام کارفرما میخواد از من سوال کنه، میگه من سایت میخوام، من چت جی پی تی نمیدونم چه نوع سایتی که میخواد، میگم خب بیشتر بهم توضیح بده. وقتی کارفرما نمیدونه داره چه اتفاقی میفته، من باید بیام راه رو براش باز کنم، بگم ببین سایتی که تو میخوای بسته به خدمات تو باید مثلا فروشگاهی باشه. فروشگاهی نیاز به اینماد داره، نیاز به درگاه پرداخت داره، نیاز به خیلی از محصولات تو داره که آپلود بشه. یه رودمپ براش میچینم. یک ذره که گاردش نسبت به اون طراحی سایت اومد پایین و آگاه سازی اتفاق افتاد، میرم وارد مرحله همزاد پنداری میشم. همزاد پنداری که من میدونم کار شما سخته، من میدونم کار شما اینقدر در جریانه، میدونم اینقدر فروش در روز بالاست، اینقدر قرار سایتت بازدید بخوره، پس من باید چیکار کنم که ببین یک بار رو از روی دوشش برمی‌دارم. ببین همیشه توی هر کاری که ما داریم می‌کنیم، چه تو کار تو چه کار خودم، من همیشه ببین واقعا صادقانه باید این کار بکنیم که ببین من یک بار رو از روی دوش یک نفر بردارم که بتونم کمکش کنم بتونه راهش رو بهتر بره جلو و من با این که میتونم آگاه سازی رو براش انجام بدم و بتونم یک بار رو براش بردارم، همزاد پنداری بکنم، خیلی میتونم کمکش بکنم و انگار یک دستیار کنارش باشم تا آخر این مسیر. این که من چجوری مثل یک دستیار کنارش باشم خیلی مهمه. که از کلماتی که استفاده میکنم خیلی مهمه. ببین ما چند نوع مخاطب و چند نوع کارفرما داریم. یک کارفرما داریم خیلی حساسه، دلش میخواد همه چی ریز جزئیات درست طراحی بشه که ما باید با اون نظر بریم جلو. خیلی از کارفرما هستن که خیلی روی زمان حساسن، ما باید زمان رو براشون سریع برسونیم. بسته به خود کارفرما که توی صحبت این برمیگره به روانشناختی. ببین تو کارهای ما هم باید بیزینس بلد باشیم، هم باید روانشناسی بلد باشیم، هم باید علم خودمون رو بلد باشیم. که وقتی صحبت می‌کنیم بدونیم آقا کسی که داریم باهاش حرف میزنیم چه نوع شخصیتی داره که نسبت به شخصیتش باهاش کار می‌کنیم و این هاست که باز میشه ارتباط سازی اتفاق میفته. ولی من اینو اضافه کنم، دقیقاً توی حرفه من برعکس تو، یعنی من توی قدم اول باید بیام اون همزاد پنداری رو انجام بدم که طرف با من همراه یعنی بشه. ترتیبش تغییر پیدا کنه. آره دقیقاً. اولویت تو اول میشه که آگاه سازی ایجاد کنی که طرف بدون کجا اومده، بعد باش همزاد پنداری کنی. برای من برعکس میشه. برای من باید طرفو بیارم توی لول خودم، باش همزاد پنداری کنم، یک جورایی اعتمادش رو جلب کنم. حالا برای نیازاش یه آگاه سازی ایجاد کنم که ببین تو اگر این نیازها رو داری باید بدونی که با این چیزا رفع میشه، با این چیزا حل میشه. دقیقاً میشه برعکس تو. یعنی قدم اول تو میشه آگاه سازی، قدم بعدی میشه همزاد پنداری. برای من برعکس میشه همزاد پنداری در قدم اول، بعد
در قدم دوم میشه آگاه سازی. این توی فضای حرفه‌ای ببین تو کلامت بسته به هر کاری که انجام میدی، ببین بیسیک کار یه چیزه، خب صرفا ترتیباش رو تغییر پیدا میکنه. یک نفر میگه من اول همزاد پنداری میکنم بعد میام آگاه سازی میکنم، یک نفر میگه نه من اول آگاه سازی بعد همزاد پنداری. ببین بیس کار یه چیزه، صرفا ترتیبات داره تغییر پیدا میکنه که تو بتونی مشتری یا حالا کارفرما رو بگیری، پرزنتش کنی، کارشو انجام بدی. توی ارتباط سازی هم من یه چیزی اضافه کنم. ببین ما مسلماً یک حالا واژه حرفه‌ایش یه بازار سرد داریم، یه بازار گرم داریم. یعنی یک سری افراد هستن که تو رو میشناسن، با حرفت آشنان، اون اطمینان رو به واسطه حالا رفاقت، ارتباط خانوادگی یا هر چیزی دیگه با تو دارن. یه بازاری هم میشه بازار سرد، چیزی که تو از فضای مجازی دریافت میکنی، از صفحه لینکدین شاید دریافت کنی و حتی از تماسایی که باهات گرفته میشه. میخوام ببینم نوع این ارتباطم توی این دو مورد فرق میکنه، یعنی ارتباطت با بازار گرمت و ارتباطت با بازار سرد. ببین ارتباط با بازار گرم که توی حالا چیزی که داره میگی، ببین بازار گرم میشه زبون به زبون. یعنی چی؟ یعنی مثلا من بیام به تو بگم مثلا مهدی کارش خیلی خوبه، تو بری پیش مهدی کارش حالا مهدی میگه نه من اصلا کارم آره ما ببین نگاهی که بهم کرد عالی بود. الان امروز با همه چی مخالفت میکنه. ولی شما مخالفتی نداری؟ شما با این شاید کارش خوب باشه. آره ببین آره من میام میگم مثلا مهدی کارش خوبه، تو میری پیش مهدی کارتو انجام میدی، بازم معلوم نیست. آره بعد مشخص میشه. میخوام تیم سازی اتفاق بیفته ولی نمیشه. ولی فکر نمیصرفه. یه اسپرسو بذاریم این دست من. عرض به خدمتت که قضیه اینجوریه. تو با توجه به شناختی که نسبت مهدی داری این پیشنهاد رو من میدم. ولی ببین فرق بازار گرم و بازار سردمون چیه؟ نگاه خواه ناخواه بازار سردمون بهتر داره عمل میکنه. توی فضای اجتماعی ما بهتر داریم کار میکنیم. ببین یه چیزی بهت بگم میمونه، مثل مغازه‌ای میمونه. خب که تو اگر به صورت حضوری مغازه بزنی، آقا دارا به خودمون رو بگیم، خب کفشوچی آقای طاهری رو همه دیگه میشناسن. ببین همه میگن کفش آقای طاهری. خب اینجوریه. ولی همین آقای طاهری در روز میتونه به 20 نفر کفششون بده. درسته مهدی جان؟ خب آره مهدی میگه نه. یا مثلا الکتریک آقا مهدی بله. خب همه میشناسن، حتی داروخونه ها رو آدرس ولی امکان داره اصلا مشتری از همینایی که میشناسن نباشه، اصلا گذری باشه. ولی یه چیز من اضافه کنم، تو کلمه حرفمو کامل کنم. نه نمیذارم. ببین این که خفشو این که میگی این تیکشو در نیاری من میدونم تو این تیکه گذاشته میشه. ببین کن این تیکه گذاشته میشه. خفشو این چیزی که میگی اینجا رو میذارم سانسور کن. این چیزی که میگی بازار سرد داره بهتر عمل میکنه، من فکر میکنم به واسطه اینه که توی بازار گرمی یه دیدگاهی نسبت به تو وجود داره. خب مثلا میگم تو شاید توی 18 سال 19 سال 20 سال از زندگی با این کار مخالف بودی، خب یهو وارد این حرفه میشی، دیدی که مردم نسبت به داشتن این بوده که خب این که همیشه از فلان کار بد میگفت، مخالف این کار بود، اصلا آدم این کار نبود، الان داره تبلیغ این کارو میکنه. به خاطر همین میگم بازار سرده به قول خودت بهتره. اینی که مردمی که تو رو نمیشناسن دیدگاهی نسبت بهت ندارن. حرف تو اینجوری بگم بهتر باور میکنه. نه من واقعا قبولش ندارم. چیزی که داریم ببین نگاه کن نسبت بازار سرد این یک جاشو قبول ندارم. کجا که مثلا تو 18 سال یا 19 سال اون کارو نمی‌خواستی انجام بدی، الان رفتی انجام دادی، حالا مردم بهت یک دیدی رو دارن که می‌خوای چیکار کنی. خب من میگم اینجوری نیست. من میگم آقا مردم 18 سال 19 سال ببین شهر کوچیکه، خب بالاخره شما هر کاری کنی آمارش در اینجوریه. و ببین مردم اینجوریان که خب ما فلان رو میشناسیم، خب میخواد این کارو انجام بده، حالا مهم نیست این کارو دوست داشته یا نه، میخواد این کارو انجام بده. اوکی ما بریم ببینیم چیکار میخواد انجام بده. خب به عنوان مثلا همین پادکستی که ما الان داریم سازیم، مردم منتظرن تو همین شهر آقا ما داریم چیکار میکنیم، چیکار میخوایم انجام بدیم. خب اینه که بازار سرد وجود داره، بازار گرم وجود داره. و اینجوریه که مثلا وقتی میای اینجا میشینی طرف میگه مثلا رفتی ویدیو فلانی ها، ویدیو فلانی ها، میدونی این توی بخش بزرگش بخوایم حساب کنیم میشه بازیگر توی سینمای ایران، ولی بخوایم بخش کوچیکش حساب کنیم میشیم توی یوتیوب که من و شما نشستیم داریم صحبت می‌کنیم و یه شهر کوچیکه و وقتی وارد یک جا میشیم همینا که دارن یوتیوب میسازن برو ببین فلان کن اینجوری این بازار گرمه این وجود داره براش. خب ولی بازار سرده به نظرم خیلی خوبه، خیلی بهتره، من خیلی قبولش دارم. چرا؟ خب میگم دلیل قبول داشتن اینه که اون دیدگاه برات وجود نداره.
میخوام برسم بهش. یکی از دیدگاه‌های من اگه بخوام بر اساس حالا فروش یک محصول توی یک بازار سرد بگم، این محصول رو من توی بازار گرم نهایت میتونم به 10 نفر نشون بدم، ولی توی بازار سرد میتونم به 1 میلیون نفر، 10 میلیون نفر. این ببین خلاقیتی که اینجا برای من به وجود میاد خیلی به فضای بیشتری داره، دست‌وبال بیشتر بازه. ببین من اون خلاقیت رو دوست دارم. فضایی که برای من باز میشه که من بتونم خلاقیتمو توش نشون بدم خیلی برای من جذاب‌تره تا اینکه بیان به طرف بگن که ببین فلانی مغازه داره برو مغازه‌اش. تا ببین من این تلاش کنم بیان سمت مغازه‌ام برام جذاب‌تره تا اینکه بهشون بگن برو در مغازه‌اش. میدونی یعنی اون بیسیک رو بچینم، یک جای خودم رو نشون بدم، حالا از طریق این بیسیک بگم برو در مغازه. میدونی از صفر نیان بگن برو در مغازه‌اش. نمیدونم منظورم میگیری چی؟ نه درسته، تا یه بخشش باهات موافقم، ولی من هنوز روی دیدگاهم میگی چیه؟ میگیری چی میگی؟ میگیری چی میگم؟ میگیری چی میگی؟ من که میگیرم چی میگم. امیدوارم که شما امیدوارم مهدی هم میگیره چی میگی. مهدی میگیری که چی میگیم ما؟ نه. The Bluetooth device is disconnected successfully. نه. ببین متوجه نمیشم. درست. آفرین. چیزی که من خیلی روش پایبندم همینه، میگم که بازار گرمت خب یه پیش زمینه تو ذهن بقیه ایجاد شده از تو. خب حالا من توی حرفه خودم مثال میزنم، چیزی که من باش درگیرم همینه. یعنی توی خیلی از مشاورایی که دارم اینجوریه که با بهت نمیخوره دیگه، مثلا بعد از 20 سال حالا رفتی مثلا توی فلان جا و یه جورایی بگم باورپذیر نیست برای بازار گرم، اما بازار سرد مردم گاردشون پایین تره. گارد بسته رو نسبت به موضوعیت اصلی دارن ولی گاردشون نسبت به من پایین تره. اینجوری که نمیخوان مثلا تو روم حرفی بزنن، مخالفت الکی بکنن یا حتی بخوان خوردم کنن. خب چیزی که من باش درگیرم همینه. ببین میگم ارتباط سازی هم باید همین جوری باشه. کلامت خب ببین چیزی که داری میگی به وفور برای من اتفاق افتاده. خب زمانی که توی بازار گرم من دارم کار میکنم، مثلا اگر مغازه داشته باشم داشتم توش کار میکردم، اینجوری بود که خب ببین تو پسر فلانی دیگه ما تو رو بزرگت کردیم، تو میخوای این محصول ما بفروشی. اینجوری بحثه. میگم که گاردشون نسبت به بازار سرد بالاتر. ولی یک چیزی که خیلی مهمه توی بازار سرد که باید حواست جمع باشه اینه که شما مشتری هوادار داری و مشتری طرفدار داره. مشتری طرفدار اینه که میاد از تو میخره و خوشش میاد و خب میره بیرون که میگه تیشرت چقدر قشنگه، از کجا خریدی؟ از فلان جا خریدم. یه جورایی میشه بنر تبلیغاتی متحرک تو. بنر تبلیغاتی متحرک میشه هواداره. طرفدار صرفا معرفی میکنه آره اینجا هست. اون دیگه برمیگرده به کیفیت کاره. ببین هم کیفیت هم میگم اون بیسیکو چیده باشی که طرف خوب کار کرده، ارتباط خوبی هم گرفته باشه. آفرین باریکلا دقیقاً. اما هوادار اینجوری میشه که هوادار اینجوریه که چرا تمویل از سکوت شد. من اینجوری منتظرم که حرفی بزنید. اینجوریه که خب هوادار نمیخواد توضیح بده. ببین هوادار اینجوریه که میره یه جا میگه تیشرتم دیدی چقدر قشنگه از فلان جا خریدم، ببین پیجشو اینجوری. این هوادار اون میشه بنر تبلیغاتی متحرکیه که و الان هوادارم برات توضیح دادم و کاملا بخوام یه جمع آوریش کنم، این که توی بازار سرد دست تو برای مانور دادن بازه. بله. خلاقیت بیشتری میتونی به کار ببری، با ذهن بازتری میتونی پیش بری، اما ارتباط سازی مهمتر میشه چون هیچ شناختی از قبل وجود نداشته دیگه. تو باید ارتباط سازی قوی داشته باشی، لحن صحبتت، آی کانتاکتت باید خوب باشه، کلماتی که خودت گفتی بار مثبت و منفی دارن استفاده میکنی خیلی مهمه، زبان بدن دقیقاً و یه جورایی باور داشته باشی به محصول، خدمات یا هر چیزی که داری ارائه میدی. اینو جمعش کنیم توی فضای حرفه‌ای و بریم حالا توی بحث ارتباط صمیمی توی جامعه که به نظرم بحث گسترده تریه. چون حرفه‌ای یه اپیزود دیگه میطلبه. چون حرفه‌ای به نظر بعدی رو هستم. فکر نکنم برنامه من همینجا لفت میدم. به نظر من برنامه من اینه که برای مهمون بعدی که به مشکل فنی خواهی خورد با من تماس. امیدوارم نخورین. شما بسیار رد میشم که تریپل نمیخوام بگیری اپیزود دوم سوم چهارم. چاکلت یکی از بهترین شکل. و اینو بگم که آره بحث حرفه‌ای رو تمومش میکنیم و احتمالاً توی اپیزودهای بعدی که حضور داشته باشی در مورد حرفه. نه دیگه من نمیام تو اپیزود بعدی. ناز کرد حالا آره. برای بحث حرفه‌ای خیلی از اون پشت میگه نه. باشه. شما اپیزود بعدی رو خودت تنها میتونی ببری جلو. 100% میشینم جلو نوت میکنم. خب بریم سراغ بحث ارتباط صمیمی و ارتباط توی جامعه.
که اول میپرسم آدم ارتباط بگیری هستی؟ به شدت لذت میبری. من خودم اینجوری هم که وقتی وارد یه جمعی میشم تو کلام اینو میگم بعد ادامه صحبتتو بده. یه بحث خیلی بزرگی من تو این قضیه دارم که میان این ارتباط گرفتن رو با درونگرا بودن و برونگرا بودن قاطیش میکنن. من اینو وحشتناک باهاش مشکل دارم. اینو بگو سوالت کامل کن که من برم راجعش صحبت کنم. یکی این اشتباه گرفته میشه، یکی هم ارتباط گرفتن با رابطه داشتنه. خب من صرف این که حالا وارد یک فضای عمومی میشم، کافه باشه، رستوران باشه، سینما، هر جایی باشه، اگر با مسئول اونجا مثلا یه ارتباطی میگیرم صرفاً باش رابطه صمیمی ندارم. دقیقاً. خب این ارتباطه چه حسنی داره چه فایده‌ای داره برای منو راحت تر میکنه اونجا. یعنی برای من گذشتن زمان، وقت گذروندن اونجا برام راحت تر میشه. وقتی من با یکی ارتباط گرفتم که الان میشناسه، هم صحبته و بالاخره گارد نداره نسبت به من و این آره خیلی پیش میاد که درونگرا بودنه و برونگرا بودنه. اونو بذار در واقع صحبت. آره توی این اپیزود حتما صحبت کنیم که میاد میشه اوکی هر کی درونگرا هیچ ارتباط نباید بگیره، اونی هم که برونگرا باید چه میدونم همه شهر بهش میکنیم. الان در واقع صحبت می‌کنیم ولی خیلی مختصر و مفید. ان شاءالله تو اپیزود بعدی اگر افتخار دادم احتمالاً این بحثو با یکی دیگه انجام بدم چون دیگه تکرار میشه، بچه‌ام خسته میشن. هر انسان شریفی هستی شما آقای امیر بیا توی اپیزود سلام برسون خدمتت که آرزم. ببین قضیه اینجوریه که تو وقتی ارتباط داشته باشی حالا خودت دیدی به وفور هم من هم تو وقتی توی شهر راه میریم بالاخره از اول تا آخر چاکر داداش دستمون بالا دوباره این چاکر داداش ببین حسوا. خب ببین چون به واسطه اون تفکری که داشتیم ارتباطی که گرفتیم این اتفاق افتاده. ببین ارتباط داشتنه حالا چه تو کار که بسیم بذاریم مشکنار که در صحبت کردیم، چه توی این رفاقت خیلی جا میتونه کمکمون کنه. اگر ما الان اینجا ارتباط نداشتیم نمیتونستیم بشینیم و اپیزود ضبط بکنیم. این خودش یه ارتباطه. ارتباط بریم مثلا میریم آقا یه جا شام میخوریم، مثلا با چند نفر سلام میکنیم، احوال پرسی میکنیم و خیلی جا میتونه کمکمون کنه. ببین من واقعا اینجوریه که زمانی که با یه نفر ارتباط میگیرم صحبت میکنم حتما باهاش دوست نیستم، حتما باهاش رفیق نیستم. اصلا شاید این اولین و آخرین ارتباطتون باشه. باورت نشه من واقعا خیلی وقتا عاشق اینم که برم بشینم تو کافه یک آدم رندوم پیدا کنم و بشینم فقط باهاش صحبت کنم، گفتگو داشته باشم. ببین این از برونگرا بودن من نمیاد، یا از درونگرا بودن من. خیلی دارم توی دوست و رفیقان اینجور آدمی دارم. یکم برای من سخته که ارتباط بگیری. آره. قضیه رو ببین میدونی چرا من دوست دارم ولی مشتاق نیستم. یعنی این کار نمیرم بشینم تو کافه که ارتباط بگیرم، اما اگه شکل بگیره آره همین. من که نمیرم شم خب من ارتباط بگیرم حرف بزنیم. ولی مثلا توی خرید و اینا شده، مثلا میری توی حالا سوپرمارکت جای خرید میکنی، بقیه هم دارن خرید میکنن، دارن مثلا با فروشنده صحبت میکنن، یه حرفی میزنن، حرف باحالیه، تو خندت میگیره یا ادامه میدی. بس ببین اتفاق خیلی باحاله. خیلی هم عالی. چرا وقتی تو داری با یه نفر صحبت میکنی، یه نفر سومی ازتون میخنده یا به حرفتون میخنده، حس میکنین تنها نیستی. این خیلی باحاله. خب و به نظر من این چیزی که دارم میگم اینجوری نیست که برام بشینم منتظر باشم یکی بیاد با من حرف بزنه. به صورت کاملا اتفاقی دوست دارم که این اتفاق بیفته. یعنی اگر اتفاق بیفته من خیلی ازش استقبال میکنم و انجامش میدم این قضیه رو. و این بحث درونگرا بودن و برونگرا بودنه اینجوریه که ببین آدمی که درونگراست میتونه ارتباط بگیره خب ولی خسته میشه، یعنی تو یک تایمی داره برای ارتباط گرفتن. ولی آدمی که برونگراست شاید اون تایم بیشتر باشه و بتونه بیشتر صحبت بکنه. یعنی اینجوری نیست که آدم برونگرا باید با همه دوست باشه، آدم درونگرا اصلا دوست نداره، ارتباط نباید داشته. نه آخه تعریفش هم عوض شده. تعریف برونگرایی و درونگرایی هم عوض شده توی جامعه ما. صرفاً اونی که درونگرا قرار نیست واقعاً تنها باشه. و ببین میدونی من چرا از گفتگو توی کافه با آدما لذت میبرم؟ ببین من دیدگاه‌های مختلف رو دوست دارم ببینم. آره در مورد اون معضلی یا چالشی که تو زندگی داره. ببین میدونی اپیزود قبلمون چالش و فرصت. آفرین چالش و فرصت‌ها و از این حرفا. آره. ببین من این لیوانو از این زاویه میبینم، تو با من صحبت می‌کنی از این زاویه می‌بینی. میدی از بالا می‌بینه. بچه‌ها از پایین می‌بینن. نه مهدی جان تکذیب کن. مهدی میاد لیوانو غیب می‌کنه مثلا. اصلا لیوانی وجود نداره، تکذیب می‌کنه از لیوان، صحبت بلند می‌کنه. این باحاله. آره خیلی باحالش می‌کنه. آره یعنی زوایای مختلف رو می‌بینی و متوجه میشی که درست توی این دنیا چیه.
خب یعنی آقا میگی اوکی این شخص داره حرف میزنه، اینم داره حرف میزنه، جفتش تضاده و تو این تضاد داری تفکر ایجاد میکنی که این خوبه اون خوبه چی خوبه. خب و این باعث میشه تو هم ذهنت بیشتر کار کنه، بیشتر درکش کنی و شاید به یک درک درستی از اون مطلب برسی. چون ببین زمانی که تو یک دیدگاه از یک مطلب داشته باشی میشه تعصب، دیدگاه مخالفشو نداره. زمانی که دیدگاه مخالفشو ببینی متوجه میشی که اون یک دیدگاه هم خیلی درست نیست، اینم میتونه درست باشه. میدونی اون راه آن است که پیوسته خسته رود شاعر اپیزودمون. اینو ربطش بدیم یکم به ارتباط سازیه. اونم این که اینجور دیدگاهی که تو داری نسبت به این که اوکی من برام توی کافه بشینم صرفاً با یکی ارتباط بگیرم و با دیدگاه اون آشنا بشم، یه جورای ارتباط به واسطه منفعت. حالا منفعت برای تو چیه؟ اینه که یه سری تجربیات به دست میاری. خب منفعت صرفاً نباید مادی باشه، صرفاً نباید فیزیکی باشه. اون تجربه‌ای که از طرف تو به دست میاره، از هم صحبتی با طرف و اونقدر هم به ارتباط سازی برمیگرده که چجوری صحبت کنی، با چی شروع کنی و اصلا هدفت اینه که تو یه تجربه‌ای کسب کنی، صرفا نمیخوای وقت بگذرونی. آره من آدمایی رو دیدم که صرف این که بخوان وقت بگذرونن ارتباط میگیرن. خب توی حالا جامعه‌مون هم زیاد می‌بینیم، اما این ارتباط سازی به واسطه منفعته برای تو این میشه که تجربه جدید کسب کنی. برای من یه جورایی این ارتباط سازیه به این معناست که خودم رو بشناسونم. یعنی من هدفم با تو متفاوته. من میخوام که با حرف زدنم، با ارتباط گرفتنم خودم رو بشناسونم. حالا این خودم رو شناختوندن چی میشه؟ مصدرش چی میشه؟ شناساندن، شناسنامه تو امرات، شناسایی و کارت ملی تو شناسوندن، گواهینامه هم قبوله. این شناسوندنه. شما چه کار میکنی؟ کارت ملی تو بذار اینجا برو کافه من فلان با کد ملی فلان برای ارتباط با من میتونی با 900 یه زنگ بزن امین یه قصه بشنو. خب این شناسوندنه برای من این دستاورد داره که آدما بتونن توی یه زمینه‌ای به من اعتماد کنن. اصلا شاید دنبال هم صحبت باشن. میخوام این اعتماد از من توی آدما شکل بگیره با این شناسوندنه. یه بخشم برمیگرده به این که اوکی طرف از تو مثلا خوشش اومده، حالا رفتی توی مکان عمومی باهات حال کرده، میخواد باهات صحبت کنه. تو نباید این کار رو داشته باشی که اوکی من با هیچکی صحبت نمی‌کنم، از فردا هیچکی دور بر من نیاد. آره و اینجوریه که این گارده رو خیلی یاد دارن. میگم که برای من هدفم این میشه، من میخوام خودم رو بیشتر بشناسونم، اون سایدی از خودم رو که دوست دارم شناخته بشه، نه صرفا کامل خودم. ببین بالاخره تو هم یک هدفی و یک منفعتی داری از این قضیه که خودت رو بخوای معرفی کنی. منفعت اینه که خودت رو بشناسی. تو شناسوندن خودت، شناسوندن خودت خیلی مهمه. آره اوکی. آره و میگم که برای من نشه به نظرم یه 5 دقیقه سکوت به نظرم بریم برگردیم. آره. یه رست بگیریم و میرسیم به ادامه بحثمون. بریم برگردیم. خیلی مخلصیم. خب برگشتیم با ادامه بحثمون. داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم که رابطه بر پایه منفعت، اون ارتباطی که شکل میگیره. حالا میخوام ببینم برای تو رابطه‌ای که بر پایه منفعت یا اون ارتباطه چجوری به یه دوستی واقعی تبدیل میشه؟ ببین توضیحی که میخوام بهت بدم قضیه اینه که یه رفیق صمیمی وحشتناک خوب دارم که توی رفتار اولمون واقعا بخوام اقراق بکنم داشتم بهش دوره طراحی سایت می‌فروختم. خب در این نه. خب الان یکی از صمیمی‌ترین رفیقای من شد. ببین زمانی که تو داری کارتو انجام میدی، حالا به عنوان کاری که تو منفعتت یا هر چیز دیگه ای، این منفعت وقتی میاد وسط تو متوجه این قضیه میشی که اونم یک منفعتی از داره. خب و وقتی یک ذره صمیمیت تو این قضیه منفعت بیشتر میشه، یک ذره اون گاردها میاد پایین‌تر و باعث میشه یه ذره بیشتر با هم درد دل کنیم، یه ذره بیشتر هم. ببین دو تا بحث به وجود میاد. یکی این که توی بحث حرفه‌ای آگاهانه بود منفعت. اوکی یعنی طرف میدونست که یه منفعتی براش داره، تو هم میدونستی که طرف برای تو یه منفعتی داره.
توی ارتباط دوستانم همین میشه، آگاهانه میشه، شما دوتا میفهمین و اینکه یک سری منفعت‌های دیگه هم به وجود میاد. بگم تو این قضیه که داری میگی توی دوستیه، زمانی که داره اتفاق از طریق اون منفعت تا نمیتونه تشخیص بده که آیا واقعا به دوستی میرسه یا نه. یعنی یه چیزی که دست تو نیست این اتفاق. ولی اگر بخواد اتفاق بیفته خیلی جالب این مسیری که داره طی میکنه جایی که شما جفتتون میفهمید دارین منفعتی داشتین از پیش میبردین و وقتی این جفتتون میفهمید یه جوری گر به گر میشین دیگه. آره میگم که یه سری منفعت جدی‌تر هم به وجود میاد، یعنی اینکه منفعت یه جایی میشه اینکه من وقتی که حالم بده تو یه کسی هستی که میتونم باهاش صحبت کنم، این پس میشه منفعت تو. میگم که منفعت جدی‌تر میشه، باحال‌تر میشه دقیقاً. و انگار ارزشمندتر میشه. آره. تجربه داشتی تو این مورد غیر از اینکه اول پکیج فروختی بعد باهاش رفیق صمیمی شدی؟ آره میخوام روند شکل‌گیریش یکم طولانی مدت باشه، آرومتر شکل گرفته باشه. ببین آره ببینم چی اتفاقی افتاده که تبدیل شده به دوستی واقعی. ببین اینجوری بود که حالا جدا از اون یکی بالاخره خب خیلی اتفاقات بود که حالا توی شبکه سازی توی ارتباط من به دوستی منجر شده، حتی توی پروژه ها اینجوری بوده که خب ببین رفتیم با سر پروژه با هم کار کردیم، بعد رفتیم جلو، کار اتفاق افتاده، منفعت من بوده، منفعت ایشون. یک جای توی کار جفتمون خسته شدیم. خب بخوام یه داستان کلی رو بگم و یه جمله، یه کلمه تونست اون یخ جا رو بشکنه، یخ فضا رو، و باعث یه ذره با هم راحت‌تر بشیم. روز اولی که من رفتم اینجا وایسادم کار کردم به عنوان طراح سایت، لوازم خونگی بود. خب و اینجوری بود که خب من حس می‌کردم خب این یه گارد مثلا نسبت به طرف داشتم، این مدیر این فروشگاه بعد خیلی نسبتش احترام داشته باشم. یه روز رو من گفت وایس با هم نهار بخوریم. گفتم باشه. وایسادم با هم نهار خوردیم، دیدم مثلا یقه رو باز کرد، نشست رو غذا رو شب با هم بریم بیرون دور بزنیم در این حرفا. ببین خود اکثرا خودشون میان این فضا رو باز میکنن، همون سیاست رفاقت است. میدونی اینجا میشه این سیاست رفاقت توی کاری که بخوای توی یک مجموعه کار بکنی که تو اگه بفهمی قراره با سیاست بیا جلو و یه جای ضربه بزنه جلوشو میگیری، اگر ببین نه حس خوبی داری از طرف میگیری ادامهش میدی، رفاقت باحال شه. ولی مثلا اگر با شخص این قضیه اتفاق بیفته، میگم تو مجموعه امکان داره سیاست خیلی بیشتر باشه. ولی توی بحث رفاقت یا بحث شخص با شخص باشه این سیاست خیلی کمتر میشه و میگم اون یک کلمه، یک جمله باز اون یخ فضا از هم بشکنه. یا مثلا آقا یه نفر یه سوتی میده، تو دیگه نمیتونی جلو خودت بگیری من میخندی، طرفم خودش میخنده. ببین میگم چیزی نیست که بخوای از پیش تعیین شدهش بکنی. بگی من برم باهاش منفعتی داشته باشم حالا باهاش دوست بشم. بعد اون منفعت حالا داره میره جلو، بعد میگه خب حالا این اتفاقم افتاد، من رفاقت رو باید ادامه میدم. ببینید اون شناختی که توی این مسیر از آدم پیدا میکنی خیلی مهمه. یعنی زمانی که اون شناخت از طرف داشته باشی میفهمی که آها اگه این اتفاق افتاد پس من میتونم باهاش دوست باشم. میدونی اینم خیلی مهمه. و یه چیزم بخوام اضافه کنم، اینم این که اون حس خوبی که اون طرف از تو میگیره به خیلی چیزا وابسته است. یکی این که تو حسن نیت داشته باشی تو کاری که داری انجام میدی، که یه جورایی اعتمادش رو جلب کنی، حس خوب بهش بدی و بهش بفهمونی که من جدا از اینکه حالا کار حرفه‌ای داریم با هم انجام میدیم کنارتم، توی زمینه‌های دیگه هم میتونی رو من حساب کنی. میگم که یک سری پارامترات داره و حالا تو کلامات تو کلامات خیلی وقتا هم شده مثلا حالا همین کلمه یا شوخیه نبوده، اینجوری بوده که مثلا حالش بد بوده، گفتم میخوای با هم صحبت کنیم، یه جور دلگرمی داشت. این کلمه میخوای با هم صحبت بکنیم یه کلمه‌ای که طرف احساس میکنه تنها نیست و میتونه به تو اطمینان کنه و همین باعث میشه شاید رفاقتی اتفاق بیفته. و به نظرم اینم میتونه یک مرحله از حالا رفاقت باشه. بخوام سوال آخرمو داشته باشم، تا الان در مورد خوبیاش صحبت کردیم، تاثیراتش روی خودمون صحبت کردیم، چه حسنایی داره چه پیامدهایی برای ما داره. میخوام ببینم بزرگترین اشتباه توی ارتباط سازی چیه؟ چه توی جامعهمون چه توی حوزه کاری؟ بزرگترین اشتباه توی ارتباط سازیمون چه توی کارمون چه توی رفاقتمون توقع داشتن. توقع زیادی از این شخص داشتن. خب توقع هم از ناآگاهی میاد، این طرف ندونه چیکار داری براش انجام میدی. نه ببین بحثش اینه که توقع یعنی چی؟ مثلا طرف از تو توقع داره که این کار براش انجام بدی. خب این کاری که حتی از دست تو بر هم نیاد. ولی بحثش اینه که ببین ما با هم رفیقیم، این ارتباط سازی اتفاق افتاده، پس من از تو توقعم اینه که این کارو انجام بدم. ببین بحثش واقعا زیاده. ما خودمون اجازه میدیم که یک شخص با همون چجوری رفتار کنه. همونجور که خودمون طرف رفتار میکنیم، طرف هم ما رفتار میکنه. خب و این توقع است که اینجا اتفاق میفته. به نظرم بزرگترین اشتباهی که شاید من توی خیلی از اتفاقات کردم اینه که توقع زیادی داشتم از شخص. یک شخص
طرف از من توقع زیادی داشته و شاید همین باعث شد که یک ذره از این قضیه زده بشم و یک ذره محتاطانه تر وارد ارتباط سازیم بشم که اون توقع زیادی اتفاق نیفته، هم برای من هم برای شخص مقابلم. و این خیلی به نظر من چیز بدیه توقع، چون واقعا توقع باعث میشه که خیلی جاها رفاقت به هم بخوره، کار به هم بخوره. من چون با تو دارم کار میکنم و چون باهات حال کردم، توقعم از تو اینه که این کارو هم برای من انجام بدی. مثل چی میمونه؟ من طراحی سایت میکنم، توقع کارفرما چون با من حال کرده اینه که سئو هم براش انجام بده. چون من مثلا تخصصی هم ندارم. یعنی اینجوریه. برای تو اینجوری بوده. برای من میگم که بیشتر از عدم آگاهی و عدم شناخته میاد که خیلی ربط پیدا میکنه به اشتباه تو. یعنی تو میگی برای من بزرگترین اشتباه اینه که توقع داشته باشین، من میگم که بزرگترین اشتباه برای من اینه که همدیگر رو نشناسیم و نسبت به هم آگاه نباشیم. طبیعتا وقتی آگاه نباشی توقع به وجود میاد. من که نمیدونم طرف چه کاری از دستش برمیاد، پس هر توقعی رو دارم نسبت. چیزی که داری میگه خب ببین ما توی دیدگاه اول، تو برخورد اول که نمیتونیم شخص رو بشناسیم. آره زمانی دارم میگم یک ذره از اون ارتباط گذشته باشه، یک شناخت اولیه نسبت به هم داشته. حالا بزرگترین اشتباه تو ارتباط اول چیه به نظرت؟ تو ارتباط اولی که خیلی صمیمانه رفتار کنی. خیلی صمیمانه رفتار کنی یا خیلی اطلاعات بدی؟ خیلی اطلاعات بدی هم خیلی مهمه. ببین خیلی اطلاعات دادن دیگه خیلی خود داره میریزی وسط. ببین تو اطلاعات اول، توی قرار اول، ارتباط اول، تو ارتباط اول اشتباه گرفته نشه با قرار اول. حالا توی ارتباط اول تو هیچ وقت نباید همه چیز رو کنی، همه چیز رو نشون بدی. یعنی ببین همیشه باید بذاری یک چیزی کم باشه و این ربطی به صداقت نداره. صداقت رو باید داشته باشی. ببین تو صداقت، ببین تو چیزایی که می‌خوای بگی رو صداقت تو اون چیزایی که می‌خوای بگی داد میاره وسط کار اتفاق میفته. خب ولی تو نمی‌خوای همه چیز رو بگی. همه چیز گفتن با صداقت فرق می‌کنه. می‌دونی ما صداقت رو داریم نسبت به چیزایی که می‌خوایم بگی. یه ذره هم می‌ذاری خودش کنکاش کنه، یه ذره خودش دنبال کنه. اگر بخوای همه چیز دوباره قرار اول یا همون ارتباط اول اصلا دیگه جذابیتی نداره براش. جذابیت براش چرا باید اصلا با تو صحبت؟ و طرف احتمال داره چون دیگه همه چیزو میدونه اصلا منصرف بشه. عنوان مثلا من دارم با تو صحبت می‌کنم، تو همه چیز رو من ازت نمیدونم. خب میرم خونه میگم حالا امین دیدنت سرویس، یا میگم که امین آیا نظرش در مورد این مسئله چیه؟ ببین این تعلیقه برای من به وجود اصلا همین ندونستنه قرار ارتباط‌های بعدی رو هم به وجود میاره. چون بالاخره ما کنجکاویم، باید بدونیم که طرف مقابلمون کیه، چیکار میکنه. هم اطلاعات دادن زیادی، هم بسیار شوخ طبعی صحبت. ببین من به شخص خیلی صمیمیت زیاد توی رابطه اول یکی با هم صحبت ارتباط اول تو خدا اشتباه گرفته نشه. توی ارتباط اول یه نفر با هم زیادی شوخی کنه، پسری که زیاد شوخی کنه کنسل. حتی برای پسر نه، توی ارتباط اول زمانی که یکی با هم زیادی شوخی کنه واقعا نمیتونه باشه ارتباط انگار زیر دلت میزنه، انگار دیگه اصلا باش حال نمیکنه. ببین انگار میخواد ببین این قضیه داره اینو میگه که اگه یه ذره باش صمیمی بشی یه شوخیای قراره باز بشه، همین که از خط قرمز از همه چی دور. ببین تو مثلا بدت میاد تو تولد کیک بزنن تو صورتت، طرف توی تولد اگه توی ارتباط اول تمام اقوام رو مورد عنایت قرار میده. توی ارتباط اول اینقدر باز شوخی کنه، حتی اگه لختم باشم بدم مشکل کثیفی پیرن نیست، کلا بدم میاد. حیف. خب گرفتیم بخوریم. بذار صحبت کنم. نمیذارم. چرا بزنی تو صورت من؟ خب میذارم. حالا من تو تولد حتما این کارو میکنم. حتما این کارو میکنم. ویدیوش هم استوری میکنم. دوستان حتما منتظر باشید. من حتما این کارا رو انجام میدم. حالا نیست. خب بیعت میکنم عرض به خدمتت که بذار صحبت کنم. مرسی. اینجوریه که طرف توی ارتباط اول اگه اینقدر باز شوخی کنه، قطعا اگر باهاش یه ذره رفیق بشی، همون تولده نوشابه رو باز میکنه میگیره روی سرت، آرد میگیره روی سرت، تخم مرغ میزنه، یه کیک دیگه از خودت میسازه، از خودت میسازه. آفرین ازت کیک درست و این دست خودته که اجازه بدی چقدر شوخی کنه، چقدر بیاد جلوتر. من دارم با تو میگم میخندم، تو هم همراه من همراهی بکنی. یعنی اجازه رو من به تو دادم که هر شوخی که میخوای انجام بدی. ولی تو یه تچر رو من بزنی، من یه ذره میام عقب که امین از این بدش میاد، اصلا ادامهش ندم دیگه در این. ولی متاسفانه خیلی هم داریم که این تفکر رو ندارن و هی ادامه میدن و در نهایت بلاک میشن. خیلی بد شد. خب برای صحبت پایانی میخوام ازت که یه پیشنهاد یا حالا تجربه‌ای که داشتید در این خصوص به بچه‌ها بدی تا بدونن از کجا باید شروع کنن، یا اگر به اواسط مسیرن بدونن ادامه رو باید چجوری طی کنن و یه جورایی آشنا بشن با این محیط و این ارتباط سازی. حتما. ببین چیزی که من باز هم میگم اینه که ازتون خواهش میکنم
توقع زیادی اول نداشته باشید، حتما ارتباط سازی رو حتما داشته باشید، ارتباط رو بگیرید ولی توقع زیادی نداشته باشید. ببینید شما به این صرف برید جلو که اوکی به این دیدگاه برید جلو که من با این آدم ارتباط میگم که میتونم کارمو گسترش بدم. خب به این دیدگاه برید جلو و به این فکر نکنید که آقا این آدم قراره برای من یه کاری انجام بده. نه، به خودتون فکر کنید که بگین آقا من میرم ارتباط بگیرم که از طریق این ارتباط بتونم یه کاری رو انجام بدم. به منفعت خودتون بیشتر تو این قضیه فکر بکنید و سعی بکنید ارتباطتون خیلی بیشتر کنید، تیم سازیتون بیشتر کنید و واقعا میگم این ارتباط توی فضای دیجیتال خیلی بیشتر وجود داره. تو کانال‌های تلگرامی هست، توی میگم که توی فضای حرفه‌ای بحثش جدی‌تره. من یه چیزی رو میون کلامت بگم، این که ما اصرار که نه اینکه ما پیشنهاد می‌کنیم ارتباط بگیریم، با آدم‌ها ارتباط داشته باشیم، یه وقت بعد برداشت نشه. خیلی‌ها با یه هدف‌های عجیب و غریبی با آدم‌ها ارتباط می‌گیرن. با همین تویی که داری نگاه می‌کنی هستم میدونم چیکار داری می‌کنی. خب خیلی‌ها با هدف‌های عجیب غریب با آدم‌ها ارتباط می‌گیرن که هممون شاهد این قضیه هستیم و کلاً 30 تا اپیزود جدا برمی‌داره این قضیه متأسفانه. ولی ارتباط درست خیلی باحاله، خیلی کمک می‌کنه و خیلی تو رو جلو می‌بره. آره نگاه کن ارتباطی که شما داری میگی، خب که این حالا طرف یه هدفی میاد جلو، من پیشنهاد اولم اینه که شما برید ارتباط رو بشناسید، نوع ارتباط رو بشناسید، یه ذره رفتار آدم‌ها رو بشناسید. ببین آدم‌ها در وهله اول همشون یک نوع الگوریتم ارتباطی دارن، همشون یک نوع الگوریتم رفتاری دارن و تو الگوریتم رفتاری رو بشناسی میتونی تشخیص بدی که آیا طرف با چه هدفی داره میاد، با چه آدم درست نباشه، کلمه درست نباشه میتونم بوق بذارم ولی ترجیحاً توی جمع فوش ندم. آره همین کارو میخوام بکنم. بوق بذار و اینو بگم نه تو جمع زشت باشه. آدم همین الان میگم آدم ناتو آدم ناتو خیلی زیاد، یعنی آدمی هست که خودش رو خوب جلوه میده. ببین ما خواه ناخواه باید ارتباطمون رو بگیریم. خب به نظر من اول شناخت رفتاری و شخصیت‌ها رو بشناسیم و اینجوری نباشیم که حالا این قرارت ببین با این دیدگاه بریم جلو که این قرارت به من یک ضربه بزنه، هیچ وقت ارتباط گرفته نمیشه. ببین ما ارتباط رو میگیریم صمیمی نمیشیم. خب اگر دیدیم اوکیه میریم صمیمی، حالا میتونیم باشیم، میتونیم همون ارتباط رو ادامه بدیم، ولی به نظرم ارتباط بگیریم، به این فکر نکنیم که قراره من ضربه بخوره، اول ارتباط رو بگیریم بعد بهش فکر بکنیم و اینجوری نباشیم که حالا من برم به این پیام بدم خودشو بالا میگیره فکر میکنه چیزی. نه ببین ما نیاز داریم به ارتباط. ببین خب اگه تو هم یه هدفی داری دیگه نشه دیگه تاش تو ارتباط رو گرفتی میدونی نشه. و به نظرم واقعا ارتباط خیلی مهمه، توقع نداشته باشیم. شناخت رفتاری واقعا یه جنبندی من میخوام داشته باشم اینه که ارتباط مهمه، اما قبلش شناخت ارتباط مهمه که ارتباط گرفتن اصولا چه جوریه و خود با آدمای مختلف. آفرین. ببین همه چی یه جورایی برمیگرده به اون خودشناختی 100%. و میگم که ارتباط مهمه اما قبلش شناخت ارتباط خیلی مهمتره. بعد میاد که توقع نداشته باشیم، صمیمیت بیش از حد، بستگی به حرفه‌ای که داریم انجام میدیم. حالا من با جامعه‌اش کاری ندارم، اون دست هر کسی که بخواد انتخاب کنه. همیشه من میگم منطق ارتباط ما آدما با هم بر حسب انتخابه. من انتخاب میکنم که با تو صحبت میکنم، من با انتخاب میکنم که با تو میام بیرون، یا انتخاب میکنم اصلا با تو رفاقت میکنم. کل منطق این ارتباطه بر حسب انتخابه. اما قبل از انتخاب کردن ما باید بشناسیم، یاد بگیریم و بفهمیم حالت اختیار داریم و بفهمیم که چه جوری باید ارتباط بگیریم. مثل یه بازی مونه که تو اگه قوانینش رو بلد باشی، من توی اپیزود یکم گفتم مثل بازی میمونه که تو اگر قوانینش رو بلد نباشی از بازی حذف میشی و این هیچ آورده‌ای چقدر بسکتبال و والیبال بازی خوبه هیچ آورده‌ای برای تو نداره. پیشنهادت چیه؟ تو خودت چجوری بس می‌کنی این بحثو؟ تو خودت چجوری این ارتباط رو یاد گرفتی؟ تجربی بوده یا مطالعه داشتی در موردش؟ ببین من هم مطالعه داشتم، ببین هم کتاب خوندم در این مورد، هم چوسی نباشه یه وقت. نه ببین کتاب خوندن چوسی نیست واقعا. آخه یه سری کتابا هست مثلا از هر کی به تو سر هر کی که بزنی کتاب هنر مذاکره رو خوندم. خب کتاب زبان بدن رو خوندم. هنر مذاکره مال رالف دوبلیه، یه سری هنر داره، هنر خوب زندگی کردن، هنر اندیشیدن. اسم نویسندش واقعا یادم نیست، ولی کاش کتاب همراه بود بهت میگفتم. هنر مذاکره رو خوندم که خیلی بهم کمک کرد و بهم یاد داد که کلمات رو کجا باید استفاده بکنم
و یه کتابم برایان تریسی داره که فوق العاده است. فوق العاده. ببین بهش میگه روانشناسی در فروش. خب بی‌نظیر این کتابه واقعا. ببین کلماتی که داره استفاده این آدم عجیب غریبیه. حالا بعداً هم صحبت حالا اینم یه اپیزود جدا نه که من خودمون با هم صحبت می‌کنیم. نه اصلا نمیخوام بیاد اپیزود خودمون با هم صحبت می‌کنیم که و یه کتاب زبان بدن بود که خوندم و خیلی بهم کمک کرد. بادی لنگویج. و ببین این دو تا خوب بود. یک شاکله به من نشون داد که من باید چیکار کنم، ولی واقعیتش بخوام بهت بگم 90% کار تجربه است تا وارد قضیه نشی. ببین رفتم و نحوه صحبتم مثلا با طرف که حضوری صحبت می‌کردم یه کلمه رو که میگفتن میدیدم که داره میره توی خودش و اینجا بود که من تو جلسه بعد و مکالمه بعدی اونو اصلاحش می‌کردم و این خیلی به من کمک کرد. یعنی شاید میتونم بگم من بالای 10 تا مذاکره اولمو اشتباه کردم که تونستم مذاکره بعدی رو پروژه بدم. 100%. یعنی همون بحث اپیزود قبلی که میگفت اگر 5 تا شکست بخوری بعدش موفقیت هست، یعنی کم نیاوردم، رفتم و دوباره ادامه دادم. پس کتاباشو چی 90% که تجربه، کتاباشو یکی هنر مذاکره، یکی روانشناسی در فروش برایان تریسی، یکی هم زبان بعد. خیلی هم عالی. یه تایم من میدی چقدر شده؟ 60 تقریبا 1 ساعت شده. چقدر هم حال داد. خیلی اپیزود عالی بود. به ناچار حالا بعضی‌ها رو دعوت کردم به اپیزود. ببین اما اپیزود خوبی بود. ببین از این به بعد اما اپیزود شما خب دادشون اوکیه. با دوربین بعدی میگیم. اما ببین انقدر مزخرف گفتی دوربینم خاموش شد. اوه اگه خاموش نمیشد چی میگفت؟ داداش از اون بر بکشش بیرون کشویش کن. اوکیه. بازم دم گرم قربونت برم. حالا خیلی همه شوخیه میگیم میخندیم خیلی لطف کردید. مسلماً توی اپیزودهای بعدی میبینیمت. نه شاید 4 و 5 ولی مسلماً اپیزود جلوتر باعث افتخاره میبینیمت. یه بحث دیگه، یه صحبت دیگه، یه گفتگوی دیگه. خیلی و خیلی لذت. خیلی مخلصم.